عزیز من روی زمین غذا نخور. طبق عادات سنتی که بعضی از خانواده هستش روی زمین غذا میخورن. ببینید این حالت چارزانو هم که میشینیم میخوریم پوزیشن خوبی برای غذا خوردنه، چون بالاخره فشار روی معده اینجا هست و ما وقتی غذا رو میخوریم بالاخره بعد از غذا خوردن یک مشکل یا یک سوء هاضمه‌ای رو ما پیدا میکنیم. پس در نتیجه تکنیک درست غذا خوردن رو ما باید یاد بگیریم که چیه. یکیش همین وضعیت نشستن. حتما یک پشت میز آشپزخونه بشینید غذا بخورید که این حالتیه که ما پوزیشن درستی رو برای خودمون انتخاب می‌کنیم و از غذا خوردن وارد دهان میشه و این مراحل بعدی هضم انجام میشه. پس در نتیجه حتما در آشپزخونه بشینید و غذاتون رو اونجا بخورید. دومین مورد در مورد تماشای تلویزیون هنگام غذا خوردن که یکی از اشتباهات مکرر و زیادی که ما وقتی که ما غذا میخوریم نباید تلویزیون نگاه کنیم. این به چند دلیل داره. یک دلیلش اینه که وقتی ما تلویزیون نگاه میکنیم مرحله 20 دقیقه‌ای که ما کلا به مرحله سیری میرسیم و مغز دستور میده که سیر شدیم، این زمان طولانی میشه وقتی ما تلویزیون رو نگاه میکنیم که این زمان ممکنه به 30 تا 40 دقیقه هم برسه که ما احساس سیری نمی‌کنیم وقتی غذا رو می‌خوریم. دومین مورد در مورد سریع غذا خوردنه. وقتی ما یک تلویزیونی که حالا مثلا مهیجم باشه نگاه بکنیم، این باعث میشه که ما سریع غذا بخوریم بدون که خودمون متوجه بشیم و این سریع هم قورت میدیم میره و مقدار انرژی که وارد بدنمون میشه زیاد. و قسمت دیگه که در تلویزیون هست تبلیغاتی که ما هنگام غذا خوردن وقتی تبلیغات تغذیه‌ای غلطی رو ما می‌بینیم، مثلا تبلیغات پفک داریم، چیپس داریم و یا مواد غذایی که مثلا فست فود باشه، این تبلیغاتش تو رسانه‌ها خیلی زیاده. یعنی یکی از این آماره که من خوندم یک نوجوان وقتی به سن نوجوانی میرسه بالای 100,000 تا تبلیغ غلط تلویزیونی میبینه که تمایل به خوردن اونها رو زیاد میده. پس در نتیجه اینم تو مغزمون تاثیر میذاره که حالا بعد از غذا خوردن بریم دنبال این نوع مواد غذایی بد. و قسمت سوم آرام خوردنه. ببینید شما وقتی که غذا میخورید حتما باید یه آرامش رو داشته باشید که وقتی غذا رو میخورید آرام بخورید و خوب بجوید و این مرحله اول این بزاق ترشح بشه و فلان و بعد مراحل بعد تغذیه انجام بشه. وقتی شما سریع میخورید و این مراحل درست انجام نمیشه، اولا که سوء هاضمه پیدا میکنیم بعدن و بعدش هم که سریع که میخوریم قورت میدیم انرژی زیادی وارد بدنمون میشه. پس اینکه بهتره که شما بشمارید جویدن ها رو. حدود 20 تا 25 بار باید جویدن انجام بشه برای هر لقمه غذایی که شما وارد دهانتون میکنید. پس اینکه این آرامش هنگام غذا خوردن باید باشه. حتی بهتره که یک موسیقی باشه خیلی آروم و یک محیط بسیار آروم باشه و مخصوصا که کنار خانواده که این آرامش رو به شما بده که شما آرام آرام غذا بخورید. و آخرین مطلب که انتخاب درست غذاست. ببینید این خیلی مهمه که ما مواد غذایی که انتخاب می‌کنیم برای خوردن خیلی مهمه که در وعده‌های مختلف چه مواد غذایی رو ما انتخاب کنیم. مثلا در صبحانه چی باشه، نهار چی باشه، شام چی باشه و میان وعده‌ها. اینا خیلی مهمن که ما وقتی که غذایی رو می‌خوریم مثلا به جای صبحانه شام نخوریم یا نهار نخوریم یا به جای نهار شام، همین تعریف یعنی درست غذا خوردن رو باید ما انجام بدیم که دچار مشکلات بعدی غذا خوردن ها نشید. مثلا مثالی که میزنم شما بهتره که مثلا برنج رو شما در نهار بخورید. دیگه در بعضی از کشورها ما دیدیم که مثلا تو صبحانه برنج میخورن، این غلطه. و یا سرخ کردنی رو تو صبحانه میخورن یا شام میخورن. خب یا مواد غذایی که مثلا به صورت میوه‌جات به صورت ویتامینه یا سبزیجات تو نهار میخورید. این درست نیست. این درستش اینه که در صبحانه حالا ما مواد غذایی که درست مثلا تخم مرغ، پنیر، خیار گوجه اینجا صبحانه بخوریم، در نهارمون برنج و خورشت یا ماکارونی یا به صورت خوراک گوشت باشه، شاممون هم که سبزیجات و میوه‌جات.
بیشتر ویتامین هاست. مثلا شما خیار گوجه پنیران، سبزی پنیران یا آش و سوپ بدون پروتئین باشه یا بدون برنج باشه اونجا بخورید. حالا میان وعده هم که خب بالاخره تعریفش هستی که خود میوه هستش با یه مقدار شیرینی هایی که تعریف شدن. هر شیرینی نه، شیرینی هایی که مقدار قند کمی دارن یا خرما استفاده بشه یا یک بیسکویتی که انرژی کمی رو داره و گفتم همون خود میوه خیلی خوبه که میوه‌ای که با فیبر همراه باشه، آب میوه نباشه. اینا حجم‌زان خوبن که اینا رو با انتخاب درستی که ما انجام میدیم میتونیم یک تکنیک درست غذا خوردن رو برای خودمون تعریف کنیم که این مشکلات بعداً برای ما اضافه وزن یا حتی کاهش وزن به وجود نیاد. بعضیا خیلی لاغرن، خب این مثلا میان حذف وعده میکنن یا صبحانه نمیخورن یا شام نمیخورن، اینا هم درست نیست. به موقع و همین موردهایی که خدمت شما گفتم و خوب اجرا بکنید که انشالله بدنی سالم داشته باشیم و وزن ایدئالمون برسیم. حالا هر گونه کامنت یا سوالی باشه لطفاً برای من بنویسید، من جواب شما رو انشالله خواهم داد که چه کاری چه راهکاری رو باید بریم که به نتیجه مطلوب برسیم. خیلی متشکرم از وقتی که برای من گذاشتید. خداحافظ.